با درود بر همگی شما نازنین همراهان کانال رستار. امروز در خوانش و تفسیر بخش دیگری از کتاب آقای اکارتوله نیروی حال در خدمت شما عزیزان هستیم. مثل همیشه کتاب رو میخونیم، یک بخشش رو، و به تفسیر اون میپردازیم. امروز من بخشی رو که در نظر گرفتم برای خواندن یک مقدار کمتر هست و علتش این هست که خیلی این موضوع هم مهم هست، حائز اهمیت هست، و هم برای خیلی ها این قسمت میتونه باعث گمراهی، سوء تفاهم های خیلی زیادی باشه. از این رو من واقعا میخوام تا جایی که میتونم، حتی اگه کوتاه باشه، فقط به این مطلب بپردازم که یک سری ابهام ها کاملا از ذهنهای شما عزیزان پاک بشه اگر سوء تفاهم یا ابهامی وجود داره. خواهش میکنم خوانش رو آغاز کنید. هدف درونی سفر زندگی تو. می توانم درستی سخن شما را بفهمم، اما هنوز فکر می کنم که ما باید در سفر زندگیمان هدفی داشته باشیم. در غیر این صورت دستخوش حوادث خواهیم شد و با باد خواهیم رفت. هدفم آینده را در خود دارد. آیا اینطور نیست؟ چگونه می توانیم هدف داشتن را با زیستن در لحظه حال جمع کنیم؟ وقتی در سفری هستی بی تردید دانستن این که به کجا می روی خیلی کارساز است، اما فراموش نکن که در نهایت آنچه که مهم است گامی است که در لحظه حال برمی‌داری. لحظه حال تمام آن چیزی است که هست. سفر زندگی تو یک هدف بیرونی و یک هدف درونی دارد. هدف بیرونی سفر زندگی تو رسیدن به هدف یا مقصد، تحقق خواسته ها، انجام کارها، دستیابی به این و آن و غیره است که البته آینده را در بر دارد. اما اگر مقصد تو چنان تو را به خود مشغول کند که لحظه حال را فراموش کنی، آنگاه از هدف درونی سفر زندگی محروم میمانی. هدفی که به جایی که میخواهی بروی و یا کاری که میکنی هیچ ربطی ندارد و فقط به کیفیت زندگی تو ربط دارد. این هدف ربطی به آینده ندارد، اما به کیفیت آگاهی تو در لحظه حال مربوط است. هدف بیرونی سفر زندگی به چشمانداز افقی زندگی تو تعلق دارد، اما هدف درونی سفر زندگی تو به ژرفای هستی تو در بعد عمودی بیزمانی لحظه حال تعلق دارد. ممکن است تحقق هدف بیرونی سفر زندگی تو مستلزم برداشتن میلیون‌ها گام باشد، اما هدف درونی سفر زندگی تو با نخستین گام تو تحقق می‌یابد. گامی که در لحظه حال برمی‌داری. هرچه بیشتر نسبت به این گام آگاه می‌شوی، متوجه می‌شوی که این گام در بردارنده همه گام‌ها و حتی مقصد است. بنابراین این گام جلوه کمال، زیبایی و کیفیت می‌شود. این گام تو را به ساحت هستی می‌برد. نور هستی از خلال همین گام می‌تابد. این گام هم هدف است، هم راه و هم کامیابی سفر درونی تو. سفر از خود به خود. آیا دستیابی به هدف بیرونی مهم است؟ آیا شکست و موفقیت در دنیای بیرونی اهمیتی دارد؟ هدف بیرونی تا جایی اهمیت دارد که تو هنوز هدف درونی سفر زندگی را درک نکرده‌ای. پس از آن این هدف فقط یک بازی است که می‌توانی به آن ادامه بدهی و لذتش را ببری و یا از آن دست بکشی. در ضمن ممکن است در دستیابی به هدف بیرونی شکست بخوری، اما در عرصه درون کاملا موفق باشی. عکس این هم صادق است، یعنی در بیرون و ظاهر کاملا ثروتمند باشی، اما در درون گدای گدا بمانی. به گفته کتاب مقدس دنیا را به دست بیاوری و خود را از دست بدهی. البته این نکته را نیز باید در خاطر داشت که همه کامیابی‌های بیرونی دستخوش زوال و فنایند، زیرا در دنیای صورتها چیزی ثابت و پابرجا نمی‌ماند. به تعبیری همه صورتها فانی‌اند. هیچ چیز باقی نیست. در دنیای صورتها همه چیز مشمول قانون عدم ثبات است. به زودی متوجه می‌شوی که رسیدن به هدف بیرونی نمی‌تواند به تو احساس کامیابی پایدار ببخشد.
با دیدن محدودیت‌های هدف بیرونی، انتظار غیرواقعی خود مبنی بر احساس کامیابی پایدار از رسیدن به هدف بیرونی را کنار می‌گذاری و آن را به خدمت هدف درونی خویش درمی‌آوری. خیلی سپاسگزارم از خوانش بسیار خوب شما. خب همونجور که گفتم این قسمت یکی از مهمترین قسمت هایی هست که نه فقط در مضمون این کتاب بلکه در مضمون زندگی همه آدم ها، هر انسانی باید به درک عمیق اون دست پیدا کنه. هدف درون، هدف بیرون. زندگی ما دو صورت داره، دو وجه داره، یکی درونی هست و یکی بیرونی. آنچه شما در بیرون میبینید درست آینه است از آنچه در درون شما اتفاق میفته و من این رو بارها از بسیاری از عزیزان شنیدم که به من میگن چطور ممکنه که این همه زشتی در دنیا اتفاق میفته یا سختی های زندگی من همش ریشش از اینجا باشه که درون من مشکل داره. من هیچ کدوم از کارهایی رو که باعث مشکلات در زندگی من شده من خودم شخصا انجام ندادم. مثلا من در یک خانواده با این شرایط به دنیا آمدم یا وضع اقتصادی اینجوری دارم یا سلامتیم همیشه دچار ناملایمات خیلی زیادی بوده. خب البته اگر شما بخواید از دید زمینی و بیرونی به اون نگاه کنید این درسته، ولی در حقیقت آنچه شما در بیرون میبینید آینه است از درون شما. پس حتی اگر شما هدفی رو در زندگی دارید و میخواید هدفتون رو دنبال کنید، بهترین کار این هست که اول به درون بپردازید. براتون یک مثال میزنم. وقتی که میرید جلوی آینه می ایستید، اگر صورتتون مثلا کثیف باشه، گلی باشه، دستاتون کثیف باشه و خودتون رو تو آینه ببینید، آیا برای اینکه بخواید اون گلها رو، اون کثیفی ها رو از رو صورتتون، از رو دستاتون پاک کنید، شروع میکنید آینه رو پاک کردن؟ نه. اگر یه نفر با مفهوم آینه آشنا نباشه، یعنی یک شخصی رو بیاریم، یک آدمی رو که تا حالا هیچ وقت در زندگیش آینه ندیده، بذاریمش جلوی آینه، شاید همین کار رو شروع کنه بکنه. شاید شروع کنه میبینه دستش کثیفه، صورتش کثیفه، شروع کنه آینه رو تمیز کردن، چون مفهوم براش جا نیفتاده که آنچه تو داری در آینه میبینی، آنچه داری بیرون از خودت میبینی، این درون توست که داره به تو نشون داده میشه. حالا برگردیم از این مثالی که من زدم، برگردیم به زندگی روزانه و عادی همه ماها. باز هم برای اینکه این مفهوم عمیق‌تر برای شما عزیزان جا بیفته، بیایم برگردیم به مثال همیشگیمون که مثال یک هنرپیشه هست. فکر کنید الان یک هنرپیشه میخواد آماده بشه بره سر بازیگری، سر جایی که باید حاضر باشه و شروع کنه هنرنماییش رو به اتمام رسوندن، به کمال رسوندن، یعنی یک نقشی رو بازی بکنه که اصلا این نقش تمام آرزوی زندگیش بوده که داشته باشه این نقش رو. ما این نقش رو میگیریم به موازات زندگی دنیایی خودمون، زندگی مادی و فیزیکی خودمون. وقتی که یک شخص وارد یک محیطی میشه که باید الان در اون فیلم بازی کنه، آیا شخص وقتی شروع میکنه به بازی کردن، مثلا فرض کنید داره نقش یک پلیس رو بازی میکنه، آیا فراموش میکنه که خودش کیه؟ اگر از زمانی که وارد اون محیط میشه، اگر ناراحتی جسمانی داشته باشه، مثلا سرما خورده باشه، آنفولانزا گرفته باشه، تب داره، میتونه نقشش رو خوب درست ایفا کنه؟ معلومه که نمیتونه. اگر همینجوری که سر سن هست داره بازی میکنه، اگر دلش مدام شور بزنه که الان مثلا من اجارم رو چیکار کنم، اگر مدام این مشکلاتی که در پس ذهنش هست اجازه نده که اون نقشش رو بازی بکنه، آیا اون میتونه اون هدفی رو که برده سر سن با یک گروه
به کمال برسونه، معلومه که نمیتونه. ولی خب یک انسانی که میره در زندگی دنیوی ما میره با یک گروهی شروع میکنه ایفای نقش کردن، میدونه که اجارش رو مثلا نداره، دلش شور میزنه، نگرانی داره، پریشان احوالی داره و آدمای اطرافش این رو میدونن. ولی ما وقتی وارد این دنیا میشیم فراموش میکنیم که از کجا اومدیم. حالا این رو میتونیم برعکس هم بهش نگاه کنیم. فکر کنید یک آدمی رفته سر سن و داره واقعا با انرژی خیلی بالا، با یک نگرش بسیار عمیق، یک نقشی رو که سالها آرزوش رو داشته داره بازی میکنه. مثلا فرض کنید دوباره همون نقش پلیس رو بازی میکنه. بعد انقدر این شخص درگیر این نقش میشه، اصلا فراموش میکنه که باید برگرده خونه. دیگه وقتی که از اونجا میاد بیرون، هر کس رو تو خیابون میبینه میخواد جریمش کنه، هر کس رو میبینه میخواد بهش تذکر بده که باید کار درست انجام بده، چون اون نقش پلیس بودنش رو فراموش نکرده، از پس ذهنش نرفته. پس ما الان داریم با دو تا جنبه از درون و بیرون دست و پنجه نرم میکنیم. ولی کسی که از همه مهمتر، کسی که بره سر یک نقشی، سر با یک گروهی وارد یک محیطی بشه که باید ایفای نقش بکنه، که ما اون محیط رو میتونیم اسمش رو بذاریم یک زندگی. اگر فراموش کنه که از کجا اومده و انقدر درگیر نقشش بشه، آهسته آهسته اون اثر میذاره به رابطه‌ای که اون شخص داره با زندگی واقعیش. اون شخص مثلا ممکنه یه آقایی باشه که پلیسه، حالا توی نقشش، و حالا همسرش و فرزندانش خونه منتظرشن، باید بره به اونا برسه شب، خانواده داره، مادر داره، پدر داره، باید فرض کنید اجارهش رو بده، بره غذا بخوره، یه چیزای دیگه بخره، حالا کارهای روزانه‌ای که داره. ولی فراموش میکنه، انقدر درگیر این مشغولیات زندگیش میشه که کاملا فراموش میکنه که آقا اصلا این اجارش مونده بود، اومده این نقش رو بازی کنه که بتونه اجارش رو بده، که یک پولی به دست بیاره که بتونه اجارش رو آخر ماه بده. این اصلا امرار معاش این کاری که گرفته. یا نه اصلا داره توی فرض کنید توی رشته کارگردانی تحصیل میکنه و الان این نقشی رو که میخواد ایفا کنه خیلی ضرورت بالایی داره برای اون کار کارگردانی که داره تحصیلاتش رو به اتمام میرسونه. اگر یک شخص در زندگی دنیویش فراموش کنه که از کجا اومده، این میتونه کاملا به زندگی درونیش اثر بذاره. یعنی چی؟ مثل همون شخصی که رفته الان سر سن، نقش پلیس رو بازی کرده و یادش رفته که یه خانواده‌ای داره، اصلا دیگه شب بر نمیگرده سمت خانوادهش، در صورتی که اصلا هدف این که این شخص اومده بوده این نقش رو بازی کنه به خاطر به ثمر رساندن یک سعی و تلاشی بوده که این سالهاست داشته در راستای اون هدف تو زندگیش تلاش میکرده. یک هدف بسیار بزرگی داشته، دوست داشته یک کارگردان بسیار ماهری بشه و حالا یک نقشی رو گرفته که مثلا میتونه با یک کارگردان بسیار خوب در نقش یک هنرپیشه ایفای نقش بکنه. حالا این شخص اگر کاملا یادش بره که اصلا برای چی این نقش رو گرفته، داره نقش پلیس رو میگیره، اصلا یادش میره آقا من میخوام کارگردان بشم، من پلیس نبودم اصلا. خب این میتونه کاملا در زندگی درونی او یا زندگی واقعی او اثر بذاره. از طرفی دیگه اگر شخص بره توی اون محیط، سر فرض کنید یک تئاتر، و داره ایفای نقش میکنه، اگر به اون ناراحتی جسمانیش، ناراحتی درونیش و اون چیزهایی که در درون داره، مثلا ممکنه فرض کنید از دست برادرش بسیار خشمگینه وقتی اومده سر اون سن و میخواسته ایفای نقش بکنه، شاید الان دلدرد خیلی شدیدی داره. اگر اینها رو
رفع و رجوع نکنه، اینا همه اثر میذاره. اون خشمی که از برادرش داره ممکنه منتقل بشه توی نقشی که داره بازی میکنه. پس ما در این دنیا اومدیم با یک هدف بسیار بالاتر پا به این دنیا گذاشتیم. ما هدفی بسیار مقدس داشتیم که این هدف با مجموع کائنات مانند یک موزیک سمفونی بسیار بزرگی در هماهنگی است. یعنی تمام ذرات کائنات با من و با شما به توافق رسیدند که من برم سر این نقش، در نقش یک پلیس، چون این در زندگی واقعی من که من یه شخصی هستم که میخوام کارگردان بشم بسیار مؤثر و بسیار خوب خواهد بود، مفید خواهد بود. من بسیار از ایفای این نقش بهره خواهم برد، باعث تکامل شغلی من در بیرون از این محوطه سینما و کارگردانی سر صحنه خواهد بود. خب حالا ما برگردیم و نگاه کنیم به زندگی خودمون به عنوان ارواحی که ما اومدیم یک نقشی رو گرفتیم، یک بدنی گرفتیم و حالا اومدیم در این زندگی داریم ایفای نقش میکنیم. اگر ما فراموش کنیم که کردیم، چون با حجاب هایی که روی ما گذاشته شده ما کاملا فراموش کردیم که ما از کجا اومدیم و بزرگترین دستاورد ما مثل اون شخصی که رفته اون نقش رو بازی بکنه که بتونه یک کارگردان بسیار بهتر و زبردستی بشه بیرون از ایفای نقشش. ما دستاوردمون، هدفمون این بوده که بریم در این دنیا، این حجاب ها رو روی ما بذارن، ما این ذهن رو بگیریم، ولی یادمون بیاد که ما به چه خاطر وارد این دنیا شدیم. از این رو هست که خودشناسی و شناخت خیشتن و بازشناخت و پی بردن به اون وجود واقعی شما بزرگترین دستاورد زندگی شماست. شما اگر برید سر صحنه، سر سن و هی فراموش کنید هر لحظه که شما کی هستید، برای چی اومدید اصلا اینجا، به خاطر اینکه فراموش کردید که میخواین یه کارگردان زبردست بشید، شاید اصلا وسط همینجوری که دارید میرید اصلا انگیزتون رو از دست بدید. شاید اصلا دیگه به خاطرتون نیاد که چرا میخواستین انقدر تلاش کنید، چرا باید تلاش کنید. اگر من الان هر چی که روی این صحنه دارم میبینم، این جایی که من دارم توش فیلم بازی میکنم، توی هر پلانی که دارن از من فیلم برداری میکنن، اگه همه زندگی من همینه که من هر روز بلنشم برم به مردم مثلا مردم رو جریمه کنم، مردم رو دستبند بزنم ببرمشون کلانتری یا بهشون تذکر بدم، دزدا رو بگیرم، حالا هر چی که کار یه پلیس هست تو اون نقشی که داره بازی میکنه، بعد از یه مدت خب میگی من اصلا برای چی من اصلا من نمیخواستم پلیس بشم، من برای چی اومدم پلیس شدم، برای چی این نقش رو به من دادن، اصلا من از کجا اومدم. فراموش میکنید شما خانواده‌ای داشتید به خاطر اینکه فرزندانتون به شما افتخار کنن، برای اینکه بتونید به جامعهتون خدمت کنید، برای اینکه بتونید داستانهای بسیار زیبایی رو برای بشر به نمایش بذارید. شما تصمیم گرفته بودید کارگردان بشید و حالا انقدر فرو رفتید در این نقش پلیس بودن که کاملا دیگه همه چیز معنای خودش رو از دست داده و برای بسیاری از ما هدف درونی ما با هدف بیرونی ما کاملا قاطی شدن. یعنی ما نقش اون پلیس رو داریم بازی میکنیم، فراموش کردیم برای چی اصلا ما اومدیم تو این دنیا. و هر انسانی به خاطر یک دلیل بسیار خاص که در راستای تکامل روحش هست پاش رو به این دنیا گذاشته و این وظیفه، بالاترین وظیفه هر انسانی هست که بره بگرده خودش و خودش شخصا
بفهمه چرا اینجاست، چرا این نقش رو بهش دادن، چرا اینجا دنیا آمده، چی شده که الان توی وضعیت شرایط مالی بسیار بدی قرار گرفته. خیلی از آدم ها فکر میکنن که اگر پول داشته باشن زندگیاشون از این رو به اون رو میشه، یا اگر پاشون رو مثلا از ایران بذارن برن توی کشور غربی یه شغل خیلی عالی بگیرن همه مشکلاتشون رفع میشه. شما هر مشکلی که در زندگیتون دارید برمیگرده به اون هدفی که با اون اومدید به خاطرش توی این دنیا. یعنی شما اگر دوست داشتید یک کارگردان خیلی زبردست بشید، الان این فیلمی که شما دارید درش ایفای نقش میکنید، کارگردان به شما یک نقشی داده که مدام اون تکنیک های کارگردانی رو بتونید کاملا اونها رو لمس کنید در زمانی که دارید نقش بازی میکنید. اگر شما قرار بوده توی این دنیا بیایید، فرض کنید که بیرون از نقشی که دارید ایفا میکنید، مثلا دارم میگم اگر شما قرار بوده که بتونید برید المپیک، نمیان به شما یه نقشی بدن که شما پلیس باشید، شما رو در شرایط خاص دیگری میذارن که شما یاد بگیرید که برای مثلا المپیک رفتن باید خیلی تلاش بکنید، باید 1000 بار بخورید زمین و بتونید بلند شید، 1000 بار بتونید شکست بخورید و باز هم امیدتون رو از دست ندید. این شرایط بسیار متفاوتی خواهد بود از هدف درونی که شما به خاطرش توی این دنیا آمدید. بنابراین هدف واقعی شما هدف درونیتونه. چرا؟ به خاطر اینکه شما اون نقشی رو که دارید ایفا می کنید به خاطر به اتمام رساندن، به دست آوردن، به مقصد رسیدن، به اون هدف اصلی، اون چیدمان، اون شرایط برای شما اونجوری پای ریزی شده و شرایط برای شما به جوری ظاهر شده در این دنیا که بتونه شما رو به اون مقصد اصلیتون، مثلا رسیدن به المپیک، نزدیک کنه. از این رو هر دو نفر نقش های بسیار متفاوتی رو بازی می کنن. اگر یه نفر میاد در اینجا، بچه بعد از 1 سال به خاطر متاسفانه شرایط بد از دنیا میره، این روح باید فقط میمده به خاطر هدفی که داشته، شاید فقط باید میمده ببینه توی بدن انسان بودن یعنی چی؟ یعنی چی یک انسان تا سن 1 سالگی توی تن قرار بگیره و زندانی بشه؟ شاید هدف اون روح فقط همین بوده. اگر شما دارید در شرایط اقتصادی بسیار بدی به سر میبرید، این به خاطر اینه که روح شما با تمام کائنات این رو برنامه ریزی کرده. این هدف شما بوده که این نگرانی ها، این مصیبت ها، این نداشتن ها، این کمبود ها رو کاملا تجربه کنید و باز به خاطر بیارید کی هستید، به خاطر بیارید که همه زندگی شما رو این نقشه در بر نمیگیره. شما خیلی زندگی بیرون از این تئاتر یا این صحنه‌ای که دارید روش فیلم برداری میکنید، زندگی واقعی شما بسیار بزرگتر و پهناورتر از اینه. و وقتی که شما بدونید، ببینید این رو در پس ذهنتون داشته باشید، شخصی که رفته داره سر سن بازی میکنه، سر صحنه بازی میکنه و یادش هست که نقشی رو که داره بازی میکنه به خاطر این بوده که از زمانی که قبل از اینکه وارد این صحنه تئاتر یا بازیگری بشه، به خاطر این بوده که میخواسته کارگردان زبردستی بشه. اگر در تمام قدم‌هایی که در ایفای نقشش برمیداره از این موضوع آگاه باشه، داره مدام قدم‌هایی رو در ایفای نقشش برمیداره که او رو کارگردان زبردستری بکنه. شما همونطور که اثر انگشتتون منحصر به فرد هست، راه تکاملی شما هم منحصر به فرد هست و هر کس با هر راهی که داره، چه از ظالمترین آدم ها،
چه مقدسترین و معصومترین آدم ها راه تکاملی همه انسان ها، همه موجودات مقدس و قابل احترامه. این به این معنی نیست که شما وقتی که چیزی رو در سر راهتون میبینید، مشکلی رو میبینید یا شخصی رو میبینید که از روی ایگوش داره با شما رفتار میکنه، شما جلوی اون شخص نمیستید یا با اون مبارزه نمی کنید یا سعی نمی کنید شرایط فقرتون رو، کمبودهاتون رو از بین ببرید. نه، شما سعیتون رو میکنید، ولی میدونید اگر سعیتون رو میکنید و انجام نمیشه و این به ثمر نمیرسه تلاشای شما، به خاطر اینه که همه اینا داره به اون زبردستی شما در کارگردانی کمک رسانی میکنه. شما دارید پوان میگیرید، امتیاز میگیرید با هر شکستی که در بیرون دارید. از این رو در درون شما هیچ وقت نگران شکست های بیرونیتون نیستید، چون در درون ما زمان و مکان نداریم، ما محدودیت نداریم. روح ما هیچ محدودیتی شاملش نیست. شاید بهتر نگم روح ما، چون روح ما هم یک مقداری بسته به ذهن ما هست. من بهتره بگم خیشتن واقعی ما، اون چیزی که به تمام روح و ذهنهای دنیا و به تمام هستی زندگی میبخشه. اون قسمتی از شما که در درونی ترین قسمت قلبتون قرار داره، اون هیچ وقت دچار نقصان، کمبود و بالا و پایین های هیچ چیز و زندگی نخواهد شد. پس شما هر چقدر که در این زندگی چیز از دست بدید، اون چیزی که در درون شماست نه چیزی بهش اضافه میشه نه چیزی ازش کم میشه. همونطور که اگر شما نقش پلیس بازی میکنید، اگر یه نفر بزنه شما رو سر صحنه زخم میکنه، آیا اهمیتی داره توی زندگی واقعیتون؟ نه، دارید فیلم بازی میکنید. چیزی از زندگی در بیرونی شما، منظورم البته در اینجا درونی واقعی شماست، کم و زیاد نمیکنه. شما هنوز یک دانشجویی هستید که میخواید برید کارگردان بشید، میخواید یک کارگردان بسیار زبردست بشید. شما رو بزنن، کتک بزنن، شما برید تو بیمارستان بخوابید سر صحنه به خاطر اینکه مثلا پلیس بودید بهتون تیر زدن، حتی شما بمیرید سر صحنه. آیا واقعا میمیرید؟ نه، اینا همه فیلمه. ولی در عین حال شما اون ایفای نقشی رو که میکنید نمیگید بابا من که شب میخوام برم خونه، برای چی باید خیلی نقشم رو خوب بازی کنم؟ الان زن و بچم، همسرم، پدر مادرم منتظر من خونه، برای چی من باید دارم ایفای نقش میکنم انقدر نقشم رو خوب بازی کنم؟ نه، شما میدونید که هر قدمی که در اینجا بر میدارید، ایفای نقش میکنید و نقشتون رو خوب بازی میکنید، امتیازی است برای درون شما. از این رو این چیدمان این کائنات، این دنیایی که شما درش دارید زندگی میکنید، بسیار حائز اهمیته. پس ما درسته که به درونمون باید اهمیت بدیم، ولی این به این معنا نیست که ما از دنیای بیرونمون بگذریم، بریم بشینیم تو غار بگیم نه ما باید دیگه بشینیم از صبح تا شب تو مراقبه با هیچ کس هم حرف نمیزنیم. شما وقتی در زندگی روزانه‌تون میرید سر کار، با یک عالمه آدم‌ها و شرایط بسیار سخت سر و کله میزنید، شما دارید در درون گره های خودتون رو باز میکنید. ظاهر قضیه این هست که شما ممکنه با همکارتون ناسازگاری داشته باشید. ظاهر قضیه ممکنه این باشه که شما الان یک پروژه دارید و وسط پروژه دیگه نمیان شما رو ساپورت مالی بکنن، حمایت مالی بکنن و مثلا فرض کنید دارید فیلم برداری میکنید، فیلمتون نصف کاره میمونه. شما طلا فروش هستید، میان میزنن مغازتون رو، همه رو جمع میکنن میبرن. شما دارید مدام اتفاقهایی رو که در بیرون میفته دارید در درون انگار هضم میکنید، انگار در درون دارید از اون انرژی اون استفاده میکنید. درست مثل شخصی که خودش رو در آینه میبینه. شما اگر بخواید از منزلتون برید بیرون، اگه خودتون رو تو آینه ببینید خیلی بهتره.
از اینکه نبینید. میدونید بابا یه چیزی مثلا این طرف صورتم مونده باید کثیف من بشورم، موامو درست شونه نزدم، این طرف یقم مثلا زیر مونده باید یقم رو درست کنم. پس این هدف داشتن، هدف اصلی در دو جنبه زندگی همیشه از درون میاد، مال اون شخصی هست که اومده یک نقشی رو بازی بکنه تا کارگردان بسیار زبردستی بشه یا برسه به المپیک. و هر قدمی که توی نقشش داره در بازیش ایفا میکنه امتیازی هست و قدمی بزرگ هست برای رسیدن به اون هدف نهایی درونیش. پس هم دنیای درون مهمه، هم دنیای بیرون مهمه، ولی دنیای بیرون همیشه با در نظر گرفتن هدف اصلی درون حائز اهمیت هست، نه به خودی خودش. یعنی شما اگر بیایید به عنوان یک پلیس فقط نقشتون این باشه که فرض کنید خیلی ارتقاء مقام بگیرید، هی برید مثلا فرض کنید هی در پلیس درجه یک بشید، هی بهتون مدال افتخار بدن، نمیدونم سرهنگ بشید، سرگرد بشید، هرچی که مدال هایی که بهتون میدن و شما رو ارتقا میدن در به اصطلاح شغلی که دارید. اگر تمام هدفتون توی فیلم همون باشه، پس یادتون میره شما اومده بودید اینجا کارگردان زبردستی بشه، نباید انقدر مشغول پلیس بودن باشید که یادتون بره برای چی اومده بودید. از این رو شکست ها و موفقیت هایی که شما در نقش پلیس بودن بازی میکنید، هیچ کدوم از اونها دراز مدت نخواهند بود، چون به محض اینکه اون فیلم برداریش تموم بشه اصلا مهم نیست که شما چقدر ارتقای مقام گرفتید. اهمیتی داره؟ اصلا بابا شما شده بودید سرلشکر، وقتی فیلم برداری تموم میشه میرید شما یه کارگردانید. اصلا چه اهمیتی داشته که شما چی کاره بودید توی نقشتون؟ کسی دیگه به خاطرش نمیمونه، خودتونم به خاطرتون نمیمونه. شاید تو حال و هوای اون نقش یکی دو ماه هم خیلی خوشحال باشید بعدش، ولی بعد میرید سر زندگی عادیتون، میرید سر اون چیزی که به خاطرشون نقش رو بازی کرده بودید و فکر کنید که الان فیلمبرداری تموم شده و یک پلیس به خود اون پلیسه به خودش اومده میگه ای بابا دیدی من تمام مدت میخواستم ارتقای مقام بگیرم، من میخواستم سرهنگ بشم، مثلا یادم رفت من میخواستم کارگردان بشم. و چقدر زندگیش رو، چقدر ایفای نقشش رو واقعا تلف کرده وقتش رو سر صحنه. چقدر بده، چقدر میتونه باعث پشیمانی یک شخص باشه که به جای اینکه از هر فرصتی سر صحنه استفاده کنه از کارگردان چیزی رو فرا بگیره، فقط رفته بوده تو فکر این بوده که آدمای دیگه ببینن این چقدر خوش تیپه، چقدر خوش لباسه، هی به سر و وضعش میرسیده، هی لباس شیک میپوشیده، هی اتکلون میزده به خودش میرفته سر کار، هی مردم رو جریمه میکرده، هی مردم رو میترسونده با تفنگش، در صورتی که اصلا اینا مهم نیست. پس نقشی که شما بازی میکنید در زندگی همیشه باید از درون مدیریت بشه و از این رو این بسیار حائز اهمیت هست که شما به موفقیت ها و شکست های این دنیا اهمیت ندید، نه اینکه تلاشتون رو نکنید، تلاشتون رو بکنید، آن هم در راستای هدف درونی. ولی اگر در اون تلاش نتونستید به موفقیت‌های مادی دسترسی پیدا کنید، این رو در پس ذهنتون داشته باشید، دارید در درون امتیاز میگیرید به خاطر اون رنج‌ها، اون شرایطی که متحمل میشید و به خاطر اونها دارید بزرگ میشید. اگه 3 سال پیش شما شرایط اقتصادی بد خیلی ناراحتتون میکرده و فراگیری در لحظه بودن، چون شما زمانی میتونید در زندگی عادی در ایفای نقشتون هم دقیقاً هم راستای هدف درونیتون بشید که در لحظه باشید. وقتی در لحظه هستید انگار پلیس مدام یه تلفن دستشه، داره با اون که میخواد کارگردان بشه داره تماس میگیره و با هم حرف میزنن. کارگردانه الان بهش میگه ببین باید اینجا بری الان
باید بری تو این کلانتری استخدام بشی، برای اینکه این کلانتری فرض کنید بهترین مسیری هست که تو رو میرسونه به اون کارگردانی که میخوای بیرون بشی. چون توی اون فرض کنید به اصطلاح کلانتری که شما دارید توش بازی میکنید، یک عالمه نویسنده و کارگردان خوب همراه شما خواهند بود. پس در لحظه بودن یعنی شما مدام با درونتون در رابطه باشید، این تماس هیچ وقت دچار اختلال نشه و وقتی این تماس دچار اختلال نشه شما با سربلندی تمام نقشتون رو به سرانجام خواهید رسوند و هیچ فرصتی رو برای پیشرفت معنویتون که پیشرفت واقعی و درونیتون هست از دست نخواهید داد. اگر شما 3 سال پیش شرایط مالی خیلی ناراحتتون میکرده، با در لحظه بودنها، با ایفای نقش یک آدمی که دچار نقصانها و کمبودهای مالی خیلی زیاد هست و اونها رو با صبوری رد کرده و آگاه شده، خودش رو مشاهده کرده، نذاشته هر وقت که پول نداره دچار پریشان احوالی بشه، مدام با اون کارگردان بیرونی در تماس بوده، امروز دیگه شما از اون ناراحتی ها ککتون هم نمیگزه، از اون نداشتن ها، از اون شرایط مالی بد دچار هیچ مشکلی نمیشید، دچار هیچ پریشان احوالی نمیشید و از این رو شما تونستید به یکی از اهداف درونیتون کاملا دست پیدا بکنید. ولی از همه اینها که بگذرید، وقتی شما به خیشتن واقعیتون دسترسی پیدا بکنید، اون خیشتن هیچ هدفی واقعا نداره، چون اون خیشتن تمام این کائنات رو فقط برای تجلی بودنش آفریده. فکر میکنم که در یک فرصت دیگری درباره هدف داشتن و بی هدفی هم حتما صحبت خواهم کرد، ولی چون نمیخواستم بیرون از چیزی که آقای اکارتوله در این بخش راجبش گفتگو کردن من هم چیزی بگم، این رو میذاریم برای یک فرصت دیگه. امیدوارم که هر جا که هستید همیشه هدفهای زندگیتون با هدف اصلی درون و خیشتنتون یکی باشه. همسو باشید با کائنات، چون کائنات و زندگی بزرگترین معلم شما هست، بزرگترین یاری رسان شما هست برای ایفای نقشتون در این زندگی به بهترین شکل ممکن. زندگی مثل کارگردانی هست که مدام داره هنرپیشه رو صحیحش میکنه، داره به او یادآوری میکنه ببین الان اینجا درست تو دوربین نگاه نکردی، الان روتو بکنون و اینجوری بیا وارد صحنه شو، این ریختی نگاه کن، از این زاویه به دوربین نگاه کن. زندگی داره مدام شما رو صحیح میکنه. امیدوارم هر جا که هستید همیشه با همسویی با زندگی و آرامش درونتون راه معنویتون رو به سرانجام برسونید. تا نشستی دیگر و گفتگوی دیگر همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.